لحظه گرفت و خودش هم از دست داد. حالا فرصت خطرناک است، یک ضربه به سمت دروازه ما. باز هم یک اشتباه، یک لحظه فرصت برای شوت‌زنی هست. خطرناک این موقعیت، یک ضربه به سمت دروازه ما زده میشه و که پس کنار دروازه خوشبختانه بیرون رفت. خیلی خطرناک بود پسی که اینجا احمد اسماعیلی داد و بسیار بسیار خلاق تیم ملی ما باعث بشه اتفاقات خوبی بیفته. باز هم فرصت داریم برای زدن یک ضربه خطرناک. ببینید یک موقعیتی که ایجاد شد، ضربه زدن ولی خوشبختانه درستاً تصویر برداری نشد. یک لحظه خطرناک بود، خطاهای خیلی بدی کردیم متاسفانه و اینجا هم که ملاحظه کردید یک ضربه خیلی هم خوب توپ به بیرون زد بازیکن ایران و فرصت از دست رفت. حس کردم که ایدری دروازه‌بان زیرکی است، بیرون نیامد از دروازه خودش. تو فضای راحتی بده، گل برای تیم ملی ما. چه اتفاقی افتاد یک لحظه؟ گل برای تیم ملی فوتسال افغانستان، جوانان افغانستان، غرور افغانستان و تعصب افغانستان. به پا بخیزید، به احترام این تیم و کلاه از سر بردارید. چه اتفاقی افتاد؟ جانم عباس ایدری و این ضربه فوق‌العاده. باقی باز هم یک توپگیری خوب، دوباره فرصت داریم، موقعیت داریم برای زدن گل دوم. وای که محمد اکبری پاس میدادی، وای که اگر محمد پاس داده بود دروازه برای دومین بار باز شده بود. ببینید چرا ندادی پاس خوبت روی این صحنه محمد اکبری و توپی که اشتباه کردیم یک لحظه. باز هم فرصت هست. وای چه اشتباهی یک لحظه و ضربه‌ای که زده شد و خوشبختانه تیر دروازه برخورد کرد و تبدیل به گل نشد. با خوششانسی ما و موقعیت از دست رفت. با واکنش خوبش توپ گرفت، بازم فرصت، گل دوم. وای چه زد علی احمدی. خدا چه توپی، چه گلی. وای فوق‌العاده بود این لحظه. تاریخ بنویسید در این لحظات فوتسال افغانستان. ورزشکارانمان طی این سالها فرصت هست بر زدن گل سوم ما و موقعیتی که این بار هم از دست رفت و بازیکنانمان بازم فرصت هست، موقعیت برای بازیکنان ایران و گلی که متاسفانه دریافت کردیم. یک لحظه غافل شدیم و یک گل به ما زدند بازیکنان ایران. ببینید روی این صحنه جایگیری نامناسب و در نهایت دروازه‌ای که باز شد. حالا زدن شکل گرفته، باز هم فرصتی دیگر، موقعیت داریم برای زدن گل سوم و گل سومی که زده نمیشه. باز هم محمد اکبری که نتانست روی این صحنه گل سوم ما رو بزنه. تک با دروازه‌بان ایران و متاسفانه که بد استفاده کردیم از این فرصت. نداره، کار دنبال میکنه، توپگیری عالی از ما. فرصت باز هم داریم بر زدن گل سوم، موقعیت هست و علی احمدی که زماناً به سرعت در حال سپری شدن هست. خیلی خطرناک بود، عجیبه. باز هم فرصت بر بازیکنان ما هست، موقعیت داریم برای زدن گل سوم، همچنان فرصت هست و حالا این ضربه‌ای که زده شد و